آدمایی در ارتباط بودن که طرف جرأت ضرر کردن، جرأت استاپ خوردن هنوز هم در ارتباطیم. بچه‌ها 95 60 ورود 94 700 اوردر ما فعال شد. زدم براتون های ریسکه. دوستانی هم که روز اولشون امروز اصلا پوزیشن نزنن به نظر من. آره به نظرم همون نظاره‌گر باشن خیلی بهتره براشون. ما استاپمون خورد بچه‌ها. استاپ این پوزیشنمون خورد و دامیننس اون چیزی که میخواستیم نشد. یه دونه پوزیشن های ریسک دیگه است. اگه استاپ روزانه‌تون پر شده نزنید. عزیزانی که جدید امروز اضافه شدن نزنید. فعال زندگی تکرار مکرراته. بچه اوردرمون فعال شد. فرسنگ ها و فاصله از بین کسی که تریدره و کسی که تحلیلگر. یه تایمایی ممکنه بازار رو یه خوش بهتون نشون بده، یه تایم ممکنه روز بد بهتون نشون بده. حالا مثلا اگه این پوزیشن استاپ بشه، ما دیگه استاپ درصدیمون خورده، 2% استاپ خوردیم. زد دیگه میزنه دیگه. زد. بچه دومیش هم استاپ شد.